در موج برنامه اطلاعاتی خبر. در فروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان با مبلغ 450 میلیون دلار قرارداد امضا شد. پلانکوی زیرپوش روسیه را برای تمرین‌های سازمان اهنامه امنیتی دستجمعی به تاجیکستان آوردند. 8 مشتزنی تاجیک برای عنوان قهرمانی و 100,000 دلار زورآزمایی می‌کنند. طالبان دادگاه عالی افغانستان را تأسیس داد. جلوگیری از قصد کشتی امریکایی برای شکستن مرز روسیه. با شرح بیشتری این خبر و رویدادها با شما هستم. مرتبه رحمان و سلام. کارخانه‌های تاجیکستان در فروم بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه اینوست 2021 با مبلغ تقریبا 450 میلیون دلار قرارداد امضا کردند. خبر می‌دهد ریا نوستی با استناد به دفتر مطبوعاتی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی قید کرده می شود که حجت‌های در رفت فروم امضا شده تأسیس کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های نساجی و فارماسیوتی، پرورش رستنی‌های شفابخش، انرژتیکا، معارف و تکنولوژی‌های اینوواسیونی را پیش بینی می‌کنند. رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی ضمن سخنرانی در فروم گفت که این چاره‌بینی با مقصد جلب سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور و اینچنین تحکیم رشد اقتصادی جمهوری برگزار شد. فروم به بهبودی منبع فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، رشد تجارت، تحکیم همکاری صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی، اینچنین فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد اقتصادی کشور روانه شده است، گفت او. در هفته همایش نمایندگان حکومت تاجیکستان امکانیت‌های سرمایه‌گذاری جمهوری را در ساحه‌های مختلف اقتصاد، سرمایه‌گذاران احتمالی را با سیاست دولتی در ساحه سرمایه‌گذاری و صاحبکاری تدبیرهای به نقشه گرفته شده عاید به رشد اینوواسی‌ها در اقتصاد ملی، تکمیل وضع صاحبکاری و فضای سرمایه‌گذاری و هوسمندکنی‌ها برای سرمایه‌گذاران آشنا کردند. در فروم تقریباً 400 مهمان از کشورهای خارجی، سرمایه‌گذاران، صاحبکاران و شریکان رشد شرکت ورزیدند که در دایره آن نمایشگاه بین المللی تجارتی و صنعتی تاجیکستان 2021 برگزار گردید. از ولایت سمره به دوشنبه 6 ماشین زیرپوش آورده شد تا در منطقه کوهی بیابان در مشقگاه مومیرک در تمرین استفاده شوند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی حوزه مرکزی حربی تجهیزات را هواپیمای وزنین نقلیاتی ان 124 قواهای هواپیمایی روسیه آورده است. هنگام مشق‌های مشترک نیروهای دستجمعی واکنش سریع سازمان امنیتی عهدنامه دستجمعی جستجوی 2021 گروه‌های انکشافی در این ماشین‌های زیرپوش در منطقه بیابانی کوهی عملیات جستجویی را می‌گذرانند. در راه‌های احتمالی حرکت قسم‌های سازمان‌های تروریستی کمین‌ها کار کرده می‌شوند. اینچنین حربیان وظیفه‌های دیگری تیاری جنگی را اجرا می‌کنند. یادآور می‌شویم که در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان 3 تمرینات مشترک نظامیان کشورهای سازمان عهدنامه امنیتی دستجمعی به نقشه گرفته شده است: همکاری، جستجویی و اشلون. با آنها بیش از 12,000 نظامی و بیش از 500 عدد تکنیک‌های حربی جلب کرده می‌شوند. آن از 22 تا 23 اکتبر برگزار می‌گردد. قبلا معلوم شد که روسیه پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان را با ماشین‌های نوی زیرپوش پترول و ماشین‌های نگهبانی ایسوال که در اساس جیپ‌های پاتریوت ساخته شدند تقویت می‌بخشد. در گذشته وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه گفته بود که با در نظر داشته وضع تشویش‌آور در افغانستان، مشق‌های مشترک روسیه، ازبکستان و تاجیکستان تا دمی که لازم است ادامه خواهند یافت. کمیته ملی المپیک تاجیکستان گفت در 11مین چمپیونات بوکس جهان در شهر بلگراد 8 ورزشکاری تاجیک زورآزمایی می‌نمایند. سبقت مذکور از 24 اکتبر تا 6 نوامبر با اشتراک 650 ورزشکار از 105 دولت دنیا برگزار می‌گردد. خبر داده است انجمن بین المللی بوکس هوسکاری البا. فهرست نمایندگان تاجیکستان خسروخان رحیموف، عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سید اکرم امانوف، عبدالملیک بولتاєв، شباس نعمت‌اللهیев، پرویز کریموف و جهان قربانوف را در وزن بیش از 92 کیلو شامل می‌شوند. ورزشکاران را در این سفر مربیان
мирзо шамсиев ва хуршед ҷураев ҳамкорӣ мекунанд. ҳамчунин довари дараҷаи олимпӣ аз тоҷикистон мансур муҳиддинов сабқатҳои ҷаҳониро ҳакамӣ менамояд. қаблан хабар дода шуда буд ки барои аввалин бор дар таърихи 75 солаи анҷумани байналмилалии бокси ҳаваскории алба муштзанҳо дар баробари медал ҷоиза низ мегиранд. аз ҷумла барои барандагони медалҳои тилло $100,000 мукофот муайян шудааст. барандагони медали нуқра $50,000 ва соҳибони медалҳои биринҷа дар ҳар вазн $25,000-ро соҳиб хоҳанд шуд. طالبان از تأسیس دادگاه عالی در افغانستان خبر داد. گزارش می‌دهد امج نیوز در توییتر. بنا به نوشته منبع عبدالحکیم حقانی اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه عالی و محمد قاسمی ترکمن معاون اولی او تعیین شده است. همچنین نام معاون دوم قاضی نیز معلوم شد که مولوی عبدالملک بوده است. هیئت حکومت موقتی افغانستان اولی ماه سپتامبر اعلان شد. آن را محمد حسن آخوند سروری می‌کند که در زمان حکمرانی اولی طالبان وزیر کارهای خارجی بود و از سال 2001 تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد. صرف نظر از تقاضای جامعه جهانی در رابطه با تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان آن تأسیس نشده است. اکثر وظیفه‌داران حکومت نو نمایندگان قوم پشتو می‌باشند. وضع در افغانستان ماه ایون برابر خروج نیروهای آمریکایی شدت گرفت. در میانه‌های ماه اوگوست در پس منظر خروج کانتینگنت نظامی آمریکا از افغانستان طالبان تمام شهرهای بزرگ و گذرگاه‌های مرزی را اشغال کردند. همزمان جنگجویان کفالت دادند که نیت حمله به دولت‌های همسایه بخصوص جمهوری‌های پساشوروی آسیای مرکزی را ندارند. اسمینیت ایالات متحده آمریکا تلاش کرد در بحر ژاپن مرزی روسیه را شکند، اما کشتی نیروهای دریایی اقیانوس آرام ادمیرال تریبوتس از این قانونشکنی جلوگیری کرد. خبر داد وزارت دفاع روسیه. منبع افزود که 15 اکتبر تقریبا ساعت 17 به وقت محلی اسمینت چافی نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا که چند روز باز در بحر ژاپن قرار دارد به مرز روسیه نزدیک آمده تلاش سرحد شکنی نمود. وزارت دفاع گفت کشتی ادمیرال تریبوتسی که در منطقه قرار داشت از طریق شبکه بین المللی تماس کشتی خارجی را در مورد نامقبول بودن این عمل هشدار داد. تاکید شده است که کشتیرانان ایالات متحده آمریکا را آگاه کردند که در قلمروی بسته برای کشتیگردی قرار دارند، در حالی که طی روزهای 14-17 اکتبر رزمایش مشترک روسیه و چین زیر عنوان همکاری بحری 2021 جریان دارد. همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبری روز شنبه. تا برنامه‌های دیگر تنصیحت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.